یک سوالی که برای خیلی از دوستان پیش میاد اینه که پاد ماده چیه؟ ما انسان‌ها و تمام دنیایی که میشناسیم، از لباس‌ها و لوازم زندگی و اشیاء پیرامونمون گرفته تا موجودات زنده زمین، خورشید و ستاره‌های دیگه، همه از ماده ساخته شدیم. اما آیا ممکنه دنیای دیگه‌ای هم وجود داشته باشه که همه چیز توی اون تصویر آینه جهان کنونی ما باشه؟ اگرچه چنین جهانی وجود نداره یا دست کم ما از اون بی اطلاع هستیم، اما واقعیت اینه که در ابعاد اتمی و مولکولی واقعا چنین چیزی وجود داره. هر چیزی که توی این دنیا وجود داره، چه جاندار، بیجان، پوشیدنی و خوردنی، هر چیزی که فکر میکنید همگی از ماده ساخته شدن. و خب حالا یک چیزی وجود داره به نام پادماده که نقطه مقابل ماده هست. پادماده چیه؟ فیزیکدان انگلیسی پال دیرک زمانی که تلاش میکرد تو ایده بزرگ فیزیک مدرن اولیه رو ترکیب کنه، یعنی نسبیت و مکانیک کوانتوم، تونست معادله‌ای رو بنویسه که رفتار الکترون هایی که نزدیک سرعت نور حرکت میکنن رو توضیح بده. نکته جالب اینجا بود که این معادله برای ذره مثل الکترون ولی با بار مثبت هم صادق بود و دیرک یک دسته جدیدی از ذرات رو ثابت میکنه. پادماده الکترون، پوزیترون، پاد الکترون نامیده شد و پادماده وارد دنیای حقیقی شد. گرچه اون زمان برای دانشمندا باورپذیر نبود، چون که باید باور میکردن که انرژی ها میتونن منفی باشن. دیرک با این حال پذیرفت که معادلات به اون میگفتند که ذرات واقعا یک دریای کامل از این انرژی پایینتر رو پر میکنن، چون که اونها فقط به بالای سطح نگاه میکنن. با این حال هنگامی که یک ذره از حالت انرژی پایینتر به بالا میپره، به عنوان یک ذره معمولی ظاهر میشه، اما یک حفره بر جای میذاره که به عنوان یک ذره عجیب و شبیه به آینه به نظر میرسه. پوزیترون ها چند سال بعد توسط فیزیکدانان مؤسسه فناوری کالیفرنیای امریکا، کارل اندرسون، اون در حال مطالعه پرتوهای کیهانی بسیار پر انرژی بود که بارانی از ذرات دیگر رو تولید میکنن. اندرسون شاهد ردی از چیزی با جرم مشابه الکترون اما با بار مثبت بود. یکی از سردبیران مجله فیزیکال ریویو نام پوزیترون رو برای ذره پیشنهاد کرد. این دو دانشمند برای کشف‌های خودشون نوبل فیزیک رو هم دریافت کردند. دیرک در سال 1933 و اندرسون در سال 1936. پادماده در ظاهر هیچ تفاوتی با ماده نمی‌کنه و تا سطح اتم غیر قابل تشخیصه. طبق قوانین فیزیک، بیگ بنگ باید به یک اندازه ماده و پادماده تولید کرده باشه. پس این پادماده کجاست؟ آزمایش‌ها نشون دادن که برخی از فرآیندهای واپاشی رادیواکتیو مقدار برابری از پادذرات و ذرات رو تولید نمی‌کنه. اما این برای توضیح نابرابری بین مقادیر ماده و پادماده در جهان کافی نیست. پرطرفدارترین نظریه موجود اینه که ماده و پادماده‌ای که از ابتدا بودن نابود شدن و چیزی که الان هست مازادی از اون اتفاقه. با وجود شکاکیت‌های اولیه، نمونه‌های از این جفته‌های ذره و پادذره پیدا شدن. پادماده به صورت معمول در نزدیکی سیاهچاله‌ها و ستاره‌های نوترونی تولید میشه، اما در زمین به عنوان مثال هنگام برخورد پرتوهای کیهانی به جو زمین تولید میشه. حتی شواهدی هم وجود داره که انرژی در طوفان رعد و برق پاد الکترون‌های به نام پوزیترون تولید میکنه. همچنین در برخی از واپاشی رادیواکتیو تولید میشه، فرآیندی که در بسیاری از بیمارستان‌ها در اسکنرهای توموگرافی PET استفاده میشه که امکان تصویربرداری دقیق از بدن انسان رو فراهم میکنه. امروز آزمایش‌ها در برخورد دهنده بزرگ هادرون LHC میتونه ماده و پادماده رو تولید کنه. دانشمندان یک راهی برای ساختن پادماده پیدا کردن. دو تا لیزر خاص از دو طرف به همدیگه برخورد میکنن و همزمان مقداری ماده و پادماده تولید میکنن. البته این دستگاه لیزری تولید نشده و در حد نظری است. ماده و پادماده با هم ترکیب نمیشن و به محض برخورد همدیگه رو از بین میبرن و به انرژی تبدیل میشن. ضد ماده، ماده‌ای که به اصطلاح از پادذرات تشکیل شده. اعتقاد بر اینه که هر ذره‌ای که میشناسیم دارای یک ضد ماده است
که تقریبا با خودش یکسان هست اما بار مخالف. به عنوان مثال یک الکترون داره بار منفیه اما پادذره اون که پوزیترون نامیده میشه جرم یکسانی داره اما بار مثبت. هنگامی که یک ذره و پادذره اونها به هم میرسن یکدیگر رو از بین میبرن و در یک انفجار نور ناپدید میشن. در سال 2011 دانشمندان سرن تونستن آنتی هیدروژن رو برای تقریباً 17 دقیقه حفظ کنن. رکورد ذخیره پادذرات در حال حاضر مربوط به آزمایشی موسوم به ترپ در سرنه که طی اون آنتی پروتون ها به مدت 405 روز در محفظه مخصوصی نگهداری شدن. از اونجا که قرار دادن ماده و پادماده در کنار هم انرژی تولید میکنه، مهندسا حدس میزدن که فضاپیمای ضد ماده ممکنه راهی کارآمد برای اکتشاف کیهان باشه. ناسا این احتمال رو برای سفر به مریخ بررسی میکنه اما مشکلاتی هم وجود داره. به عنوان مثال هزینه بسیار بالای ساخت اون. جرارد اسمیت یکی از دانشمندان این حوزه گفته که تخمین تقریبی برای تولید 10 میلی گرم پوزیترون مورد نیاز برای ماموریت انسانی در مریخ با استفاده از فناوری‌هایی که در حال حاضر در حال توسعه هست حدود 250 میلیون دلاره. ممکنه که این رقم بالا به نظر برسه اما همین حالا هم فرستادن یک سفینه به مدار به ازای هر پوند تقریباً $10,000 که با احتساب وزن یک سفینه بزرگ و خدمات و تجهیزات میتونه بسیار هزینه بر باشه. ضد ماده یکی از هیجان انگیزترین اکتشافات فیزیک قرن 20 بود که توسط نویسنده‌های داستانی مثل دن براون انتخاب شد. بسیاری از مردم اون رو مثل یک ایده تئوریک خارج از این دنیا میدونن، غافل از اینکه پادماده در واقع هر روز تولید میشه. علاوه بر این تحقیقات در مورد پادماده به ما کمک میکنه تا بفهمیم جهان چگونه کار میکنه. نظر شما چیه؟ پیدا کردن پادماده چه تغییراتی رو توی آینده بشر